درودی دوباره خدمت تمام مقدسین آسمان بر زمین. آمین که خوب هستید و لحظات شما پر از نیکویی و حضور خداوند. شکرگزار فیض خداوند هستیم که به محبت او بار دیگر در خدمت شما هستیم از خیمه شیر سبت یهودا با فصل 28 از کتاب رهبری روحانی برای هزاره نو. همه مایانی که از طرف خدا خواندگی داریم خادمین خدا هستیم. جهانبینی ما باید چگونه باشد تا خدا بتواند بدون مانع از ما استفاده کرده و ما دیگران را به طوری ثمربخش خدمت کنیم. در اینجا می‌خواهم 4 صفت را نام ببرم که هر خادم خدا باید داشته باشد تا خدا بتواند از او استفاده کند. صفت اول، برای اینکه خدا از ما استفاده کند باید خود را از ترس‌ها و غصه‌ها آزاد کنیم. کلمه یونانی برای غصه و ترس مریمنائو می باشد که آن تقسیم شده، دوگانگی و جدا شده معنی می دهد. هرگاه ما غصه دار بوده و ترس بر ما حکومت کند، همزمان قلب و فکر ما در راه‌های مختلفی سیر می کنند و نیروی زیادی را از ما به خود اختصاص داده، دیگر به اندازه کافی نیرویی برای ایمان نمی ماند تا خود را کاملا متمرکز کار خدا کنیم. از این رو الزامی است که غصه و ترس را از قلبتان بیرون برانید. بدین جهت حال باید بدانیم چگونه می توانیم غصه و ترس را از قلبمان بیرون برانیم. نخست باید دعا کنیم. ما باید به نزد مسیح برویم و تا زمانی دعا کنیم که آرامش مسیح در ما ساکن شود. هرگاه در دعا خداوند را تجربه کنیم، به این حقیقت پی خواهیم برد که او یاری دهنده ماست و برای همه نیازهای ما فکر کرده و خود را مسئول ما می داند. از این رو با آگاهی به این حقیقت همه ترس‌ها و نگرانی‌های ما از بین خواهند رفت. پولس رسول در فیلیپیان فصل 4 آیات 6 و 7 به ما هشدار می‌دهد. برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواست‌های خود را به خدا ابراز کنید. بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیح عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت. بعضی ها می گویند آنقدر مشغول هستند که نمی توانند صبر کنند تا آرامش خدا آنها را در بر گیرد. اما این گونه انسانهایی که از نگرانی و ترس پر هستند قابل استفاده خدا نیستند و نمی توانند کار زیادی را به انجام برسانند. حتی اگر خدا به آنها کاری را بسپارد، نتیجه خوبی نخواهد داشت. انسانهایی که قلبشان با نگرانی و ترس از هم پاشیده است، نمی توانند نیروی کافی برای متمرکز شدن و رسیدن به اهداف بزرگی داشته باشند. آنها زمان کوتاهی را به دعا اختصاص می دهند و فکر می کنند که این کافی است. حال آنکه خود را فریب می دهند. به جای آن باید تا زمانی دعا کنند که احساس کنند ترس‌ها و نگرانی‌هایشان از بین رفتند و آرامش خدا در آنها قرار گرفته و از آنها جاری می شود. حال آیا در قلبتان نگرانی و ترس وجود دارد؟ خدا از این ترس‌ها
و نگرانی ها خوشنود نیست. خدا از غصه و ترس نفرت دارد، چون سرچشمه آنها شیطان است. شیطان آمده است تا آنچه داریم از ما بدزدد و تمام کوشش او بر این است که ما را به راه نابودی و لعنت رهسپار کند. آیا می دانید که او چگونه موفق می شود؟ او بذر نگرانی و ترس را در قلبتان می کارد تا آرامش شما را دزدیده و آن را از هم بپاشد. در جنگ دوم جهانی حدوداً 300,000 سرباز آمریکایی در صحنه جنگ کشته شدند. اما همزمان 1,000,000 شهروند آمریکایی به خاطر ترس و نگرانی مردند. ترس و نگرانی انسانهای بیشتری را از جنگها می‌کشد. شیطان با سر و صدای بلند وارد زندگی ما نمی شود، بلکه او استراتژی آب زیرکاهی را استفاده می کند که قدم به قدم پیش می رود. در اولین قدم ما را در رابطه با ترس و غصه قرار می دهد و آنها را به ما پیشنهاد می دهد. در قدم دوم به ما می قبولاند که ما حق داریم نگران و ترسو باشیم. در قدم نخست ما می توانیم افکار ترس و نگرانی را از خود دور کنیم، ولی در مرحله دوم نمی توانیم از آنها رهایی یابیم، چون آنها بر ما حکومت کرده و افکار ما را محاصره کردند. اسلحه ترس، شک و ناامیدی به وسیله شیطان استفاده می شوند تا بر ما فشار آورده به سطوح بیاییم. این حمله را تا زمانی ادامه می دهد که ما تسلیم شده و سرانجام بیمار شویم. در این مرحله است که انسانها مستقیما با خود شیطان در جنگ هستند. مرحله سوم مرحله مالیخولیایی است که همان دپرسیون و یا افسردگی نام گرفته است. در این زمان شخص دیگر انگیزه تحرک، شادی، هدف و غایت زندگی را از دست می دهد. مرحله چهارم از دست دادن و تسلیم شدن است. در این مرحله آخر است که ما شکست را میپذیریم و پیروزی شیطان آشکار شده و ما را به نابودی میبرد. در این خصوص نمونه‌های بسیاری را در کتاب مقدس میتوان پیدا کرد. اما یکی از آن نمونه‌ها یهودای اسخریوتی است که میشود از آن نام برد. با وجودی که یهودا مدت طولانی را با مسیح به سر برده بود، علاقه خاصی به پول داشت. در طول زمان او چنان تحت تأثیر این اشتیاق قرار گرفته بود که به دزدی کردن شروع کرد. در یوحنا فصل 12 آیه 6 می‌خوانیم و او این را نه از سر دلسوزی برای فقرا بلکه از آن رو می گفت که دزد بود. او مسئول دخل و خرج بود و از پولی که نزدش گذاشته می شد می دزدید. پس از آن وارد مرحله مالیخولیایی شده و دپرسیو و افسرده گردید. او شروع کرد خود را از شاگردان کنار کشیدن و پیوسته از وضعیتی که داشت ناراضی بوده و ترس او را فرا گرفته بود. سپس اجازه داد تا مطیع نارضایتی خود شود. بدین وسیله هدایت شیطان را بر خود پذیرفت تا آنجایی که مسیح را به خاطر 30 سکه نقره به جلادانش تسلیم کرد. بدین گونه شیطان همیشه کوشش می کند به انسانها دست برد زده، آنها را
بکشد و نابود کند. اما او قادر نیست وارد قلبی شود که به خدا اعتماد دارد و به وسیله آرامش خدا محافظت می شود. در اول یوحنا فصل 4 آیه 4 می خوانیم: شما ای فرزندان از خدا هستید و بر آنها غلبه یافته اید، زیرا آن که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. کلمه آنها در اینجا منظور روح شیطان، ضد مسیح و مدعی ایمانداران است. من بسیاری از خادمین خدا را دیدم که به مرور زمان شایستگی خود را از دست دادند، چون از ترس و نگرانی پر شده بودند. پادزهر سم نگرانی و ترس همانا آرامش خداست. البته این را باید بدانیم که آرامش خدا مرحله خاصی نیست که ما بتوانیم با تمرین‌های روحانی آن را به دست آوریم، همانند ادعای هندوها و بودایی‌ها در مدیتیشن، بلکه آن را تنها زمانی می‌توانیم به دست آوریم که با کمک روح القدس خدا را پرستیده و در دعا همه ترس‌ها و نگرانی‌های خود را به او بسپاریم. آنگاه می‌توانیم این را تجربه کنیم که چگونه آرامش خدا از آسمان آمده و ما را پر می‌سازد. و اما صفت دوم برای اینکه خدا از ما استفاده کند، باید شور و شوق به خدا و کارش داشته باشیم. خدا از کسی که شور و شوقی ندارد استفاده نمی کند. هرگاه خدا کسی را به عنوان خادم خود انتخاب می کند، به این دلیل نیست که او شخصیت کاملی دارد، چون چنین شخصی پیدا نمی شود که مطابق استاندارد الهی باشد. از دید خدا همه انسان‌ها پر از نقص و اشتباه هستند. برای نمونه پتروس را در نظر بگیریم. با وجودی که در پتروس خصوصیات اخلاقی نازیبا و اشتباه‌های آشکار بسیاری وجود داشت، ولی شور و اشتیاق باور نکردنی را که در خدمت کردن به مسیح در قلبش وجود داشت، مسیح او را به شاگردی خود دعوت کرد. انسان‌های با اشتیاق می توانند شوق خود را در دیگران هم شعله‌ور کنند. هر زمانی که خادم خدایی با داشتن شور و شوق به جایی برود، مردمی که با او برخورد می کنند از اشتیاق او پر می شوند و بیداری روحانی آغاز می شود. من همیشه کوشش کردم با اشتیاق فراوان کار مسیح را انجام دهم. کلیسای یووایدو تنها به این خاطر توانست بزرگترین کلیسای جهان گردد، چون در آن خادمین خدای بسیاری وجود دارند که با اشتیاق و غیرت برای کلیسا دعا کرده و خدمت کردند. امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به خادمین مشتاق داریم. در مکاشفه فصل 3 آیه 15 می‌خوانیم: اعمال تو را می‌دانم که نه سردی و نه گرم، و کاش یا این بودی یا آن. با اشتیاق دعا کنید. با شور و شوق درباره مسیح شهادت دهید. دیگران را با اشتیاق محبت کنید. خدا را با اشتیاق خدمت کنید. مسیح آنانی را که با شادی و شوق او را خدمت می کنند برمی افرازد و به طور خارق العاده‌ای به کار می گیرد. و صفت سوم
برای اینکه خدا از ما استفاده کند باید با قلبی صاف دیگران را محبت کنیم. چون شما خادم خدا هستید به شما اقتداری داده نشده است تا بر دیگران فرمان روایی کنید. همه انسان‌ها در چشم خدا ارزش برابری دارند. چون انسان‌ها نمی‌خواهند زیر فشار قرار گیرند، شما اجازه ندارید آنها را زیر فشار قرار دهید. در مرتبه خادم خدا شما باید بیاموزید دیگران را برای کارهایی که می‌کنند تشویق کرده و پاداش بدهید. همزمان به آنها یاری دهید تا اشتباهات خود را اصلاح کنند. اگر با جماعت کلیسایی خود در محبت یکی شده و همدیگر را تشویق و راهنمایی کنید، از میوه این محبت بهره خواهید برد. این کاملا ساده است. برای اینکه خدا به طور قدرتمندانه‌ای از شما استفاده کند، نخست باید ترس‌ها و نگرانی‌ها را از خود دور کرده مسیح را با اشتیاق خدمت کنید و دیگران را با صداقت محبت کنید. و در نهایت صفت چهارم، برای اینکه خدا از ما استفاده کند باید تعمید روح القدس داشته باشیم و از او پر شده باشیم. اگر ما با روح القدس همکاری نداشته باشیم، همانند این است که کلیسای پلاستیکی با انسانهای پلاستیکی می‌سازیم. بسیاری کوشش می‌کنند کلیسای مسیح را با روش‌های این جهان بسازند. این چنین کلیسایی می‌تواند مردم را فقط با مسیح مصنوعی آشنا سازد و مذبح آنها شبیه مذبح قائن است که هرگز مورد پسند خدا قرار نمی‌گیرد. روح القدس که 2000 سال پیش به زمین آمد همیشه با ماست. او در ما زندگی می کند و از ما محافظت می کند. او نه تنها وجود دارد بلکه دارای شخصیت است. روح القدس می خواهد که ما او را بپذیریم و از وجودش در خود شادمان باشیم. او می خواهد که ما با او رابطه تنگاتنگی داشته باشیم و به او اعتماد کنیم. آیا روح القدس را در خود حس می کنید؟ آیا روح القدس را پذیرفته اید؟ آیا او را به قلب خود دعوت کرده اید؟ آیا به روح القدس اعتماد دارید؟ اگر از روح القدس پر شده اید، همه ترس ها و نگرانی ها از قلب شما برداشته می شوند. اگر در قلبتان اشتیاق دارید، می توانید دیگر انسان ها را با صداقت محبت کنید و خادم خوبی خواهید شد. آنگاه خواهید توانست پیام زنده مسیح را با اقتدار در تمام جهان موعظه کنید. آمین که بتوانیم این 4 صفت را درک کرده و آن را در خود به وجود آوریم و با چشمانی دوخته شده بر عیسی مسیح و به واسطه پری روح القدس و با محبت خدا فرزندان او را بر زمین خدمت کنیم. در نام قدوس یشوع تا بخشی دیگر و برنامه دیگر شما را به دستان او خواهیم سپرد، زیرا که دستان او ملجا و مأمن همه ماست. آمین.